در واقع جدی‌تر و بیزنس هایی که داریم باشون کار می‌کنیم. بحث در واقع سیستم هایی هست که شنیدن صدای کارکنانه. خب کارکنان همیشه شاید یا اصطلاحاً نیروهای موسط کلی بدنه سیستم یک جایی نیاز داره که باش در تعامل خوبی باشه. اون تعامل خوب اکثراً خب به صورت انسانی برگزار میشه، اما وقتی ما چت بات های قدرتمندی داشته باشیم که این چت بات ها بتونن خیلی خوب مسائل رو آنالیز بکنن، در ارتباط باشن، سوال درست رو پاسخ بدن به در واقع نیروهای ما، به بدنه سیستم ما، این بسیار میتونه بخش عمده‌ای از مشکلات رو کم بکنه و کیفیت کار مدیریت رو بالا ببره. بحث لول اپ کردن مهارت ها هست، اینکه هوش مصنوعی شما وقتی باش در ارتباط باشی همش به شما آفر میده بر همون استراتژی پرسونالایز کردن برای اون نیرو. مثلا یک مجموعه‌ای که 500 نفر 600 نفر نیرو داشته باشه، مینیمم داریم صحبت می‌کنیم، متوسط هست، خب خیلی سخته براش که بخواد همه این افراد رو بیاد ببینه اینا تو چه لولی قرار دارن. ولی وقتی اینا به یک دیتابیس هوشمند وصل باشن، حالا حتی کلاود بیس باشه، و کار راحت‌تر میشه، از همه جای دنیا این سیستم میتونه کنترل بشه. اون سیستم هوش مصنوعی تصمیم میگیره که الان مثلا دپارتمان مارکتینگ ما مثلا نیاز به یک سری دوره‌های آموزشی داره، آفر میکنه و میتونه همونجوری به صورت مجازی خب این سیستم بحث اون رودمپی که داره کار رو به پیش ببره.